یک کمبغلی بیچاره میگوید نزد حضرت موسی آمد و گفت ای موسی، گفت همین کمبغلی بسیار افکارم کرده است، آخر دایم همین خوردنی نسک و نخود چند دیگر طاقت نداریم. گفت بگذار پروردگار بایم کند آخر از گوشت گوسفند و از تمام این بهترین طعام هایی که دارد برخوردار شوم. حضرت موسی گفت ای بنده خدا، گفت همین حالی که داری بسیار حالت خوب است. گفت دعا کن گفت که مرا پروردگار به دولت کند. دعای پیغمبرها تیری در نشان رسیدگی هست. حضرت موسی دعا کرد که پروردگارا، گفت همین بنده تا به دولت بگردان. بگوید چنان با دولت شد که دیگر هیچ حد کنار نداشت دولتش. از بین یک 3-4 سال گذشت. این برادر در آخر از ما طلب کرد از دعا کن که دابلا من بای شوم. کسی بود از خیلی از من دعای حضرت موسی را بین و این حال این مرد ببین چی شده است. برای من دعا میکنم که خدا ترا رزق کفایت کننده دهد. از بین 3 سال گذشت. میگوید حضرت موسی با یک قشلاقی گذر میکند که مردم زیاد جمع شدن. گفتن که چی معرکه هست؟ و یک آدم گفت در دار میکشند. در دار میکشند؟ بله. کی است این آدم؟ این آدم یک آدم بیچاره گدا بود. نزد حضرت موسی رفت دعا کردن. اون پیغمبرها را نمیشناختن مردم. نزد حضرت موسی رفت. حضرت موسی در حقش دعا کرد، به دولت شد. بعد که دولت سعادت زیاد پیدا کرد، در حال دستی به زنا زد. عرق نوشی کرد و زنا کرد. در بالای زناش دستگیریش کردن. امروز حکم به دارش دادن. آی بایی هر کس هم نمی پروره. خداوند میداند که کی را بای کند، کی را کم بغل کند. همه جسم ما را میداند که تا چه اندازه ما تاباوریم. آیا همین جسم ما تاباوری بایی دارد یا ندارد؟ و الله میداند اینه. بعدا حضرت موسی بسیار غمگین شد. نگاه کرد که این مرد را که دعا داده بود برداشتن و در گردنش بنده و در دار کشیدنش. غمگین شد. نگر حضرت سعدی میگوید که یک ندای آمد به گوش حضرت موسی که با یک طریق نظم که از جانب پروردگار که آن کس که توانگرت نمیگرداند اون مصلحت تو از تو بهتر داند. ای حضرت موسی، پروردگار از تو در دیده بهتر میداند که کی را بای کند، کی را کم بغل سازد. و الله این نحسر میداند. گویم تو دعا کرده و امروز انا بنده خدا را بین در کدام حالت آمد. و برای پروردگار مشورتی و مصلحتی لازم نیست. الله خودش میداند چیکار کند.